اسم من لوئیسه و توی سوئیس زندگی میکنم. این داستان 5 سال پیش توی تعطیلات زمستون اتفاق افتاد. یه روز سرد برفی بود و داشت برفم میومد. واسه همین باید کل خونه رو با هیزم تو شومینه گرم میکردیم. بابام مسئولیت جمع کردن هیزم رو به ما داده بود، ولی روز بعدش ما هیچ کاری نکردیم و فقط نینتندو بازی کردیم. ما حدوداً ساعت 9 شب بود که فهمیدیم هیزممون تموم شده. بابا عصبانی شد و واسه تنبیه من و خواهر بزرگترم ما رو فرستاد بریم پیش یه چوب بر که تو محلمون مشهور بوده. کارگاهش حدوداً 1.5 کیلومتر از خونمون فاصله داشت. یه مرد خیلی قد بلند بود و ریشو. یه پیرهن 4 خونم تنش بود. به هر حال به نظرم آدم خیلی پر حرفی میومد. ما 2 کیسه چوب که حدوداً 20 کیلو میشد رو ازش سفارش دادیم. به ما گفت باشه صبر کنید، یه 15 دقیقه طول میکشه چوبا رو ببرم بیارم. ناگهان خواهرم دستشویش گرفت. چوبور بهش گفت که بیا به توالت رو نشون بدم. خواهرم هم دنبالش رفت. من حدوداً 15 دقیقه صبر کردم و بعد متوجه شدم هیچ صدایی نمیاد. نه خواهرم بود و نه اون مرد. اسم خواهرم رو صدا زدم ولی جوابی نداد. بعدش هم یه مسیج از بابا اومد که اگر چوبا رو خریدید سریع برگردید خونه. طبق اخبار پلیس در تعقیب یه قاتل سریالی توی روستایی 50 کیلومتری روستای ما بوده. بابام عکسش رو فرستاد و متاسفانه خیلی شبیه چوب بری بود که ما دیدیمش. یه لحظه قلبم وایساد. میخواستم جیغ بزنم ولی ناگهان با کیسه های چوب برگشت. داشت لبخند میزد ولی من حس خیلی بدی داشتم. زیادی سرخوش به نظر میرسید. یه چشمک زد و پرسید بپرس خواهرت کجاست؟ و بعد گفت خیلی هم ازت دور نیست. و بعد متوجه لکه‌های قرمز روی پیرهنش شدم. با نگرانی سر کیسه چوب باز کردم و گیره موی صورتی خواهرم اونجا بود. پر از خشم بودم. با تمام قدرتم کیسه ها رو بلند کردم و زدمش. داد زد و افتاد زمین. چاقوی جیبمو در آوردم و کردم توی بدنش. 3 بار خیلی محکم کوبیدم توی بدنش. ناگهان یه صدای جیغی شنیدم. لوئیس صبر کن. خواهرم بود. همش شوخی بود. داشت گریه میکرد. مغزم دیگه کار نمیکرد. نمیتونستم درست فکر کنم. من چی کار کرده بودم؟ یه بیگناه کشتم؟ چاقو از دستم افتاد و به بدنش سردش خیره شدم. ولی بعد فهمیدم که دیگه وقتی ندارم. میدونستم باید سریع از دست جسدش خلاص بشم، چون توی کارگاه تنها بودیم و کارگر یا مشتری دیگه هم نبود. واسه همین سریع دور و برمو نگاه کردم و یه اتاق مخفی خوب پیدا کردم. درو باز کردیم و انداختیمش داخل. چراغ اتاق روشن کردیم که یه رو انداز پیدا کنیم، ولی بعدش چیزی که دیدم بزرگترین شوک زندگیم بود. اتاق پر از آدمایی بود که تیکه تیکه شده بودن و کفشم پوشیده از خون بود. اون چوب بر واقعا یه قاتل سریالی بود. انقدر ترسیده بودم که سریع با یه پارچه روشو پوشوندم و از اون مغازه دویدیم بیرون. با تمام سرعت فرار کردیم سمت خونمون. بابام پرسید چی شده بچه‌ها؟ ولی نتونستیم به مامان بابامون چیزی بگیم. از اون روز به بعد حواسمون بود که قبل از برف سنگین هیزم کافی داشته باشیم. هنوزم نمیدونم که پلیس تونست اون جسد رو پیدا کنه یا نه.